الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد. برادر از قزاقستان سوال نمودند که یک نمودی قرض گرفتن از بانک وجود دارد که کمی شبهه دارد و به ما بفهمونید که آیا این حلال است یا حرام. صورت مسئله چگونه هست؟ صورت مسئله این است که بانک به تاجران پیشنهاد میکند که ما به مدت 2 ماه یا 3 ماه به شما یک مقدار معین 100,000 200,000 قرض میدهیم بدون ربا، یعنی ما به عوض این پول از شما زیادتی 1% مقدار پول نمیگیریم. به شما به مدت 3 ماه مثلا 100,000 که دادیم، بعد از 3 ماه باز همون 100,000 رو میارید، 1 تنگه هم زیاد نمی کنید. اما ما بعضی از شرط ها رو به شما میگذاریم، به زبان روسی اسلاویه میگن، یعنی بعضی از شرط ها رو پیش از قرض دادن میگذاریم. شرط اول، شما باید این مبلغ داده شده رو حتما در مدت معین 2 ماه 3 ماه در مدت معین باید استفاده برید. اگر استفاده نبردید در مدت معین 1 ماه 2 ماه 3 ماه اگر استفاده نبردید، بعد از این ما شما رو جریمه میبندیم. مقصد این که به شما پرسنت میزنیم برای اینکه پول ما دادیم استفاده نبردید. شرط اول. شرط دوم، وقتی که ما به شما پول دادیم، مبلغ دادیم، شما این مبلغ رو کاش، یعنی نقد، به زبان روسی نلیچنی میگن، یعنی شمرده نمیگیرید، بلکه این مبلغ در کارت هست، کارت بانکی، و به هر جایی که خواستید استفاده برده نمیتوانید. یعنی شما اگر خواهید که این قرض از بانک گرفتهتون رو نقد به دستتون بگیرید، هر چیزی که دلتون میخواهد خرید، نه، بلکه این مبلغ در کارت می ایستد و شما این کارت رو، کارت بانکی رو، فقط در یک مغازه های معین استفاده کرده میتوانید که در این مغازه ها، در این سوپرمارکت ها، در این بازار ها همان بانک وجود داشته باشد. یعنی این بانک باید به همون مغازینی که مغازه‌ای که شما از اون مواد غذایی یا دیگر چیز رو خریداری میکنید، به اونها باز شرطنامه علاوگی دارد. از همین جهت شما فقط از همون مغازه های خریده میتوانید که این بانک به همون مغازه ها چی دارد؟ شرطنامه دارد. از دیگر جایهایی که دل شما کشید و خواستید که چیزی رو خریداری بکنید نمیتوانید. این صورت مسئله همین است. علما میگند الحکم علی الشیء فرع عن تصوره. حکم کردن به یک چیز فرع از تصوری مسئله است. یعنی اول باید ما مسئله رو بفهمیم کاملا، شرط و شروط، چگونه معامله کردن، و بعد از این بارک الله فیکم حکم میمونیم. ما باز نظر میکنیم که این بانکی که به شما، به یک انسانی که مشتری این بانک است، یعنی به قرض گیرنده وقتی که پول میدهد و شرط میگذارد که حتما در همون فلان مغازه باید خریداری بکنی، ما باید بفهمیم که این مغازه به بانک چی علاقه دارد و چی شرط اون بسته است. میبینیم که به من برادرها خبر دادن که این مغازه هایی که به بانک کسبی معامله دارد شرطنامه بسته است که هر خریداری که از طرف بانک به ما می آید، از سری هر یک خریداری که چیز خرید، از چیزی خریده اش 12% رو ما به بانک میدهیم. یعنی بانک به شما قرض میدهد بدون پرسنت و شما حتما باید روید از یک مغازه خریداری کنید. مغازه چیزهایش رو به شما گرانتر میکند و میفروشد، یعنی از حدی بوده از دیگر جایها، از دیگر مکانها، از دیگر مغازه ها دیده این چیزی فروخته شده رو کمی قیمت تر میکند، پرسنت حق بانک رو میگذارد، فایده خودش رو میگذارد.
بر علاوه فایده خودش حق بانک رو 12% رو میگذارد و بعد از این به شما چیز رو میفروشد و بعد از اینکه چیز رو فروخت از همین چیزی فروخته شده 12% فایده به بانک باز میگردد. یعنی بالاخره بانک در این حالت آیا برد کرده ایستاده است، یعنی فایده کرده ایستاده است یا نه ایستاده است؟ بله فایده کرده ایستاده است. فایدهش این است که بانک به شما مبلغ میدهد و شما مجبورید که از جای خرید که همون جایی که شما میخرید به بانک 12% از سر شما میگرداند و شما مجبورید که موادهایی که میخرید، چیزهایی که میخرید گران بخرید. انا این مسئله است. سبحان الله، برای این مسئله معاصر است، لیکن قرآن و سنت به این مسائل جواب داده است. اولا کسی که از بانک میرد و قرض میگیرد خواه به عوض پرسنت زیادتی که این معروف است که حرام است، یعنی قرض میگیرید به شرط این که بعد از یک وقت معین پول رو زیاد آورده میتید. این معروف است که ربا هست، همه میداند، صوفی هم میداند، دیگر اهل بدعت هم میداند این رو. اما این حالت فریب و نیرنگ امروزه تاجرهای بانکی و غیر بانکی این است که شما میروید به شما عوض نمیگوید که تو به من پرسنت معین میاری، پرسنت شما رو از سر دیگر کس میگیرد، لیکن به سر شما شرط میماند. آیا همین شرطی مونده اش، آیا همین اصولویی که بانک به سر یک مشتری خودش که قرض میدهد میگذارد آیا جایز است یا نیست؟ یک انسان میرود از بانک قرض میگیرد، بانک میگوید که شرط اول تو این مبلغ قرضی ما داده رو در وقت معین باید استفاده بری، استفاده نبردی ما به تو جریمه میزنیم. این حرام است. این نمود قرض دادن و این نمود قرض گرفتن حرام است و این نمود از ربا هست. چرا؟ برای اینکه او به شما قرض داده و مدت استفاده بردن قرض رو و در کجا استفاده بردن رو معین کرده و اگر بخواستی بانک شما قرض گرفته اتون رو استفاده نبرید به شما پرسنت میزند، یعنی جریمه میبندد و این جریمه بستنش از نظر شریعت باطل است. الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ای انسان ها در بینتون بین همدیگری شما مالهای همدیگر رو به باطل به شرط ها و به اسلوبیه های ساخته خود که فقط به یک جانب فوده است نخورید و این خوردن مال باطل است. بارک الله فیکم. پس هر یک انسانی که می رود و از این بانک ها به همین اسلوبیه و شرطی که بانک گذاشته است که باید در فلان مدت این کارت رو استفاده بری و اگر استفاده نبری جریمه میبندیم بگوید و این به ربا تبدیل مییابد. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم لعنت کرده اند ربا دهنده و ربا گیرنده رو و این انسان به گناه کبیره واقع می شود که این ربا است و به نهایت گناهی بزرگ است. والعیاذ بالله. از این یکم صورت مسئله. صورت دومی مسئله، یک کس به شما قرض بدهد، وقتی که به نزدش رفتید برای قرض گرفتن به شما قرض بدهد، اما قرض رو به شرط این بدهد که یعنی حتما این قرض در حالت کارت به شما داده می شود و شما این رو نقد و نلیچنی یعنی نقد و کش به دست گرفته نمی توانید و به هر جایی که خواهید استفاده کرده نمی توانید و این کارت مخصوص است و البته این شرط هم در حالت قرض دادن باطل است و این نمود شرط هم شرطی حرام است و جایز نیست و این نمود شرط این نمودی یعنی معامله رو حرام میکند. از این جهت هم دومین حرام در اینجا وجود دارد که این را ما ربا نمیگوییم، در اینجا معامله ربوی نیست، اما این معامله حرام است. به شما همون کسی که قرض داده ایستاده است یعنی ظلم کرده ایستاده است و بارک الله فیکم به یک عملی حرام دست داده ایستاده است و شما به این حرام راضی نمیشوید، برای اینکه وی حرام کرده ایستاده است، شما رفته به حرام او کرده ایستاده راضی شده قرض نمیگیرید به این شرط و این حرام است. و اگر شما روید به همین شرط راضی شوید شما کمک کننده حرام و به حرام دست دادید. سومین شرطی که بانک به شما میماند پیش از قرض دادن میگوید که قرض میدهم به واسطه کرد و حتما از فلان مغازه خریداری میکنی و البته که انمین شرطی با دیگر سومین شرط حرام است و این شرط باز میگردد باز به شرط ربوی
برای چی؟ برای اینکه این مغازه که شما رفته خریداری میکنید مغازه هست که مغازه در زیر تصرف بانک یا که معامله کننده بانک است، بالاخره شما میروید و مواد رو به شما قیمت میفروشد و همون پرسنتی که شما باید به بانک میگردانیدید به واسطه مغازه به بانک میرود. بانک از کجا فایده میکند؟ بانک از اینجا فایده میکند که شما از همون مغازه‌ای که بانک به شما توصیه داد گران خریداری کردید، یعنی چیزی که از دیگر جا ارزان خریده میتونستید از اینجا رفتید مجبور شدید گران خریدید. پس این هم شرط حرام است و این نمود شرط هم بارک الله فیکم جایز نیست و این باز میگردد به ریبا. پس از این نمود بانک ها رفته به همین نمود شرط ها و اصولویه ها خریداری کردن، بگویم گرفتن قرض حرام است و جایز نیست. و به برادران موحدین و به برادرانی که از اهل سنت و جماعت هستند نصیحت ما طالب علمان اهل سنت و جماعت همین است که به این نمودی یعنی گرفتن قرض دست نزنید و این حرام است و شرط های ریبوی دارد و شرط های حرام و باطلات دارد. و بعد از این شما وقتی که می روید این مسئله شما یعنی گرفتن قرض از سه جهت حرام شد، اما معامله یک مغازه با بانک یعنی شرطنامه بستن یک مغازه با بانک که تو به من یک مشتری خریدار بفرست و من به این خریدار کمی گران میفروشم و پرسنت معینی تو را فایده را به بالای این مشتری میگذارم و به تو میدهم گفتن، البته این جایز نیست. و این نمود معامله یک مغازه که سردارش مسلمان است والله اعلم اگر مسلمان باشد با این نمود بانک های ریبوی، این نمود عقد، این نمود دگور حرام است و این عقد باطل است و صاحب این نمود مغازه البته که به گناه گرفتار می شود و به گناه کبیره گرفتار می شود و البته که بارک الله فیکم به تعاون به گناه گرفتار می شود. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان بیان کرد و گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ای مسلمان ها شما کمک کنید همدیگر را به کارهای خوب و نیک و فایده و آسان آوردن و همدیگر را به کارهای بد به کارهای گناه یعنی کمک نکنید، یا که عموما به کسی به کارهای گناه به ظلم کمک نکنید. در اینجا هر مغازه‌ای که به بانک یعنی عقد میبندد دگور میکند که تو به من مشتری فرست و من به مشتری مال رو گرانتر میفروشم و بعد از این من به سری هر یک مشتری که تو میفرستی من به تو یعنی به بانک من 12 فایز میدهم گفتن و خودی بانک هم میگد که به من حتما باید 12 فایز بدهی بگد. البته این نمودی عقد نسبت یک مغازه هم حرام است. یعنی از اینجا فهمیده می شود که هم گرفتن قرض از بانک این نمود با این نمود شرط ها حرام است و این نمودی ریبوی هست و همون مغازه که به این بانک های کسبی معامله می کند و شرطنامه می بندد که به من مشتری بفرست و من به تو 12 فایز میتیم و بعد از این به بالای مشتری چیز رو گران می فروشد و از همین سبب گران فروختن به بانک می دهد. البته در اینجا بانک از سببی یعنی بگویم یعنی بارک الله فیکم یعنی معامله باطلش پول کار کرده است، این هم حرام است و جایز نیست. بارک الله فیکم. از همین جهت ما میگیم که هم گرفتن قرض از بانک حرام است و هم معامله کردن مغازه ها با این نمودی بانک حرام است و بارک الله فیکم. و بعضی از این حرام ها باز میگردد به ریبوی، بعضی از این شرط ها باز میگردد به ریبوی و بعضی از این شرط ها گرچند که ریبوی نباشد هم شرط های ریبا و پرسنتی نباشد هم اما شرط های حرام است که الله و رسول اجازت نداده است. از همین جهت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند خیلی که در کتاب صحیح مسلم آمده است، حدیث صحیح است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند کل شرط لیس فی کتاب الله فهو باطل 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 ولو کان 100 شرط. هر یک شرطی که در کتاب الله و در سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وجود ندارد این شرط باطل است، این اصولویه گذاشته شده باطل است گرچنده که 100 شرط و شرط اصولویه باشد. یعنی هر یک شرطی که موافق قرآن و سنت نباشد این شرط این اصولویه باطل است و این عقد و این دگور
با این نمود شرط ها حرام می شود. از اینجا می بینیم که این شرطی که بانک به مشتری خودش، به قرض دهنده اش میگذارد، به قرض گیرنده اش میگذارد، البته این چی است؟ شرط های باطل و شرط های ربوی و حرام است. و از همین جهت بارک الله فیکم برادرای مسلمان، از این چیزها برادرایی که توحید میفهمند، از توحید باخبرند، از اصول دین باخبرند، الحمدلله وقتی که حجت رسید دست میزنند به حجت، چنگ میزنند به حجت و از این باطلات دست میکشند. و شما هم بارک الله فیکم از همان جمله باشید و از صوفی ها و از اهل بدعت، کسایی که در این مسائل خبر ندارند و حجت ندارند و اونها اصلا شرک، کفر، بدعت، خرافات همه چیز جایز میدانند، از اونها دور باشید که نه دین و نه دنیا به شما نمی آید و در این دنیا و آخرت به سبب پیرو شدن به این صوفی های گمراه و به این مشرکین. بارک الله فیکم.